بینندگان عزیز سلام. امروز چهارشنبه 5 ایول است. من زرنگز نوروزشاه و همکارانم شما را به تماشای نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به موضوعهای این نشر برنامه. کی حق است و کی ناحق؟ مقامات گروه از ساکنان استرافشان را به توکوب میلیسه ها عیبدار کردند. ساکنان از تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ میگویند. میلیسا اومد به پهلویم نشست. گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. برای کمک به یک سرباز تاجیک که هنگام خدمت معیوب شده است، ساکنان هلند 25,000 سومانی جمع آوردند. شاه خوکن خزینجا کارم اکنه است. چورز خوکنم میجون کارم اکنم اجون سیاشیده. و فرمان فرمان درباره محروم کردن زنان افغانستان از حق کار و تحصیل. حالا از رفتن به آرایشگاه هم. آنها چی گناه کردند؟ کار خوبی نیه به نظر من. همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که بزی جامعه هیچ ارزشی نداره. یک بحث و کشمکش میان ساکنان و مأمورین میلیسا در استرافشان سبب به جوابگری کشیدن 27 نفر از یک دهه شد. مقامات هفته پیش خبر دادند که گروه در استرافشان مأموران میلیسا را زده مانع اجرای کارشان شدند. اما ساکنان دهه لکت حادثه را به طور دیگر شرح میدهند و میگویند سبب بحث تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ بود. فرزان محمدی به این دهه رفت. لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با مأموران میلیسا. حادثه‌ای که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح می‌دهند. ساکنان میگن روز 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که مأموران میلیسا بودند به گشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد. 3 میلیسا دخترم را با ماشین بردند. دخترم از ماشین میفرایم گفته گریه کند هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند، جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کار میروم مرا سر دید گفته است، ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کارت را میدهیم با ما رو. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرافشان 3 مأمور میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روز 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روز 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرافشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند. میلیسا اومد به پهلویم نشست. گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه‌ات رو حل کرده میدیم. گفت میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که همدیه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد. مدیر مکتب و جمالالدین امکم نیز آمدند و این حالت رخ داد. Shu paytda men yig'lab baqirayotganimni hamqishloqlarim eshitib qolgan. در حالی که نقل‌ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پایفشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده مأموری گشودند. جمالالدین رحمتوف امکی دختری نابالغی که سبب جنجال شده است نیز در بازداشت است. حضرت اولا من دسته میرسلانو ارده دیگن دختری 9 صنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلشو امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسا را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسا را زدی گفته لطکوب کردند و به حبس گرفته ماندند. اینجا اساساً کی گناهگار است؟ امکی دختری نابالغ یا میلیسا؟ به کی باور کنی؟ کی میگه شنای؟ میرسه گه شنای من
خقه شنایمه. حالا خانواده رحمتوفا به اتهام دسترازی به دختر نابالغشان علیه 3 کارمند میلیسه شهر استرافشان به مقامات مراجعت کردند. در عریضه مادر دختر نام 3 مأمور میلیسه است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان. برنامه رو ادامه میدیم. در هلند فرسخ‌ها دور از تاجیکستان برای کمک به سربازی تاجیکی که یکی از قربانیان ددفشین یا مهترسالاری است پول جمع آوردند. ساکنان هلند بعد دیدن فیلم در یک تلویزیون این کشور به سرنوشت جوان اکنون معیوب تاجیک توجه کردند. در فیلم از زندگی سرباز قصه شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دستنگر شد. گزارش سریناز روح الله و شهلای عبدالله در این باره است. باباجان آثار زخم‌هایش را به طبیب نشان می‌دهد. زخم‌ها نو نیستند. با گفته‌اش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب‌شناس آمده است. زدن هم مای کارمون دخترم بردن. شاه خوکن خزین یا کارم اکنوسوسته. چورز خوکرم میجون کارم میکردم اجون سیاشیده. وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن پرسم کردم. لطه پرسه کردن پشتم شکاف شد. باباجان 23 ساله داوطلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از 1 ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند باباجان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز به دلش او را به این حال گرفتار کرد. یولت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودمو یواسی خدمت رفتن روشان دست کشیدن از خدمت حربی. باباجان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. به این جوان از روزهای اول حقوقشناسان دفتر آزادی‌های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و طبابتش از حساب همین سازمان است. بعد رسانه‌ای شدن قضیه باباجان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند. در نتیجه 25,000 سومون جمع‌آوری کرده شد از جانب شهروندان گلندیا و اون شخصانی که خواستند به باباجان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی ما خواستیم که به باباجان همین مبلغ‌ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدنش این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ‌ها را استفاده کنند. بدرفتاری یا ددفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه‌ها راه می‌یابد. دفتر آزادی‌های شهروندی به حمایت از حقوق دعوت شونده‌ها و سربازان مشغول است. قربانیان مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی به ما وابسته به کمک یوریدیکی یعنی ادوکات مراجعه می‌کنند. ما ادوکات پیشنهاد می‌کنیم و در برابر این ما کمک اجتماعی می‌رسانیم در همچون رساندن یاری طبی اجتماعی. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفت در سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. باباجان رحیموف میگوید در اول با امید آنکه او را طبابت میکنند به جای شکایت نکرد ولی بعداً پشیمان شد. حالا خودش تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. سریناز روح الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. از ربوده شدن شهرت اسمت‌اللهیف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریباً 2 هفته گذشت. از او هیچ نشانه نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمانبری احتمالی را گفتند. آن هم رستم اشوروف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولدووا اعلان شد. رادیوی آزادی درباره بازداشت 4 کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمانبر دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت‌اللهیف توسط منبع‌ها تصدیق شده است.
همکاری ما میرزانبی خالقزاد موضوع رو پیگیری دارد. میرزانبی تاکنون چی اطلاعی به دست آمده است؟ سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر درباره گمانبران احتمالی اطلاعی نمیدهند. ولی دو منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 ایول تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در بودن معاون اول رئیس آریان بانک شخص با نام دلشاد سیدمرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سیدمرادوف مشهور با لقب دلشاد SB گروه ربایندگان را رهبری می‌کرده است. به اطلاع دریافته ما وی 24 ایون یک روز بعد از بی‌درک شدن معاون رئیس آریان بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است. میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سیدمرادوف در لباس مأمور دادستانی است. همصحبتان شما درباره‌اش معلومات دادند که او کی است و چی کار می‌کرد؟ ببینید منبع‌های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سیدمرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت مأمور شعبه مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار در آژانس مبارزه با کروپسیون هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت‌اللهیف در هیچ جای کار نمی‌کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سیدمرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همون طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منبع‌های ما گفتند پس از فرار دلشاد سیدمرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است. تشکر بینندگان عزیز. همکاری ما میرزانبی خالقزاد درباره گمانبر دیگری احتمالی در قضیه ربودن بانکیر تاجیک صحبت می‌کرد. طالبان برای باز هم محدود و بیرنگ کردن زندگی زنان در افغانستان یک امر دیگر صادر کردند. زنان و دختران که تحصیلشان در مکتب و دانشگاه و کار در اداره‌های دولتی منع شده بود و حق رفتن به باغ و ورزشگاه‌ها را نداشتند، اکنون از رفتن به آرایشگاه‌های زنانه هم محروم شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرث عطا. این آرایشگاه زیبای زنانه در هرات شاید تا چند روزی دیگر درش را ببندد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امر را در این باره به نهادهای دولتی فرستاده است که ممکن است هزاران بانو را از پولی که برای زندگی می‌یابند محروم کند. یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم. یکی دو روز میشه که از طرف طالبان اطلاعیه پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفاً ازتان تقاضا میکنیم این کار را نکنین، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپیه حلال با پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره. نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بستن آرایشگاه‌ها از روز 24 ایون به نهادهای گوناگون فرستاده شده است. نامه‌ای که احوال زنان را در افغانستان بدتر می‌کند. 7 روزی میشه که پیام به ما رسیده. کار خوبی نیست به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که به جامعه هیچ ارزشی نداره. والله فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل ناامیدی بریم دست میده. طالبان بعد رسیدن به قدرت در 2 سال پیش زنان افغانستان را از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در مؤسسه‌های زیاد محروم کردند، از منبع درآمد و زندگی هم. فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید به خونه بشینم بیکار، بی همه چی دیگه رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من بود که می آمدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه، به خونه که برو خود من بفهم دیگه، تنها باشم دیگه بی از مریض میشم. امر و فرمانهای ارتجاعی طالبان به زنان افغانستان خشم جامعه بین المللی را برانگیخت، ولی صدای کسی ظاهراً به گوش طالبان نمی رسد که به تدریج زنان را از حقوق عادی انسانیشان محروم می کنند. این آخرین گزارش در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی بود. نشر نوبتی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار.